به قسمت خبرساز برنامه آنتن میریم. سلام مسی، این هفته چطوری؟ سلام آرش جان، این هفته هم مثل همیشه سعی میکنم که خوب باشم. خبرساز برامون چی داره این هفته؟ آرزوی هر خبرنگاری اینه که خوشخبر باشه، اما در کشور ما ایران کسایی هستن که زندگیشون به هر دلیلی قفل شده و معمولا صدایی در رسانه‌های داخل ایران ندارن. خبرنگار کارش صدا دادن به بی‌رسانه هاست. به عنوان مثال 14 سال پیش وقتی نیروهای انتظامی و لباس شخصی در 18 تیر ماه 78 به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز حمله کردند، دانشجویی به اسم سعید زینالی بازداشت شد که حتما اسمش رو شنیدی آرش. البته مسئولان پذیرفتن این دانشجو از سوی حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شده و در اوین نگهداری میشه. مادر سعید زینالی تنها کسی بود که به هر دری زد تا یک بار با فرزندش ملاقات کنه، ولی جز یک تماس تلفنی کوتاه هیچ تماس و ارتباطی با خانواده‌اش نداشت. 14 سال دنبال فرزند گشتن خبری نیست که بشه به سادگی از کنارش گذشت. اما حتی ما خبرنگارها هم معمولا هر سال وقتی سالگرد 18 تیر میشه میریم سراغ قربانیان حادثه کوی دانشگاه، در حالی که این مادر و مادرای دیگه همه زندگیشون رو دنبال این هستن که حداقل یکی از مسئولین جواب ساده‌ای بهشون بده. مسی، این مادر همون کسی نیست که صداش توی مراسم 40 ستاره بهشتی پخش میشد؟ بله درست میگی آرش. اکرم نقابی برای اولین بار فکر میکنم از همونجا بود که صداش بلندتر از همیشه در شبکه‌های مجازی پخش شد و به گوش همه رسید. با هم ببینیم این فیلم رو تا بعد ببرمتون خونه این مادر و از نزدیک ببینیم او رو. 14 سال من میرم، منو جنازه به من ندادن. قربونی جلوشو برن. دقیقه سعید منو بردن که برگردونم. این دفعه تصمیم گرفتم با زبان تصویر سراغ مادر سعید زینالی رو بگیرم و از ایشون بپرسم که خیلی ها مثل من هیچ تصویری از فرزندتون ندارن. برامون بگید شما چه نشونه هایی از سعید دارید؟ اکرم نقابی هستم، مادر سعید زینالی که سال 78 23 تیر 78 توسط وزارت اطلاعات از خونمون 3 نفر بودن اومدن خونمون، سعید منو با خودشون بردن. تنها چیزی که آخرین چیزی که از سعید دارم از لباسایی که راحتیش بود از تنش در آوردن. فقط به یاد اینا زندگی میکنم، به بوی اینا زندگی میکنم. 14 سال من اینا رو نشستم. این سفید بود، رنگش شده زرد. از مادر سعید میپرسم آلبوم عکس‌های سعید کجاست؟ و مادر سعید زینالی آلبوم عکس‌هایی رو ورق میزنه که شبیه با آلبوم بسیاری از جوان‌های ایرانیه. تصاویری که سعید رو در اردوهای مدرسه نشون میده، حضور او در باشگاه‌های ورزشی، خدمت سربازی، نشسته توی یک میدون شهر، دستی به چانه و پشت سر گل و میدون. آخرین عکسی بود که قبل از دستگیریش تو خونه انداخته. این عکسای سربازیشه. عکس‌هایی از سعید زینالی رو در لباس ورزشی دیدید. سعید چه ورزشی میکرد و چه کسایی او رو میشناختن؟ اینا از نشونای سعید منه. هر کدوم زحمت ها کشید. با علیرضا دبیر بود کشتیگیر. بهترین کشتیگیر بود سعید من. علیرضا دبیر میشناسه سعید منو. چجور بچه ای بود. تو کشتی تو استان همیشه اول میشد. تو تندخانه خانه معلم دعوتش کردن اول شد. تو درس خوندن اول شد. تو زندانی بودن هم اول شد. 14 سال نشون ندارم ازش. این نشونه های سعید منه. با اینا زندگی میکنم. باز میکنم هر روز جلوم میچینم اینور میچینم اونور که بوی سعید منو بدن. اینا رو به گردنش انداختناش یادم میندازم. از مادر سعید میپرسم که آیا این عکس‌ها و نشونه‌ها رو به مسئولینی که میگن سعید رو نمیشناسن نشون داده؟ او ولی گلایه میکنه که حتی مسئولین برای دلجویی هم سراغی ازش نگرفتن. یکی از این مسئولا حتی از من دلجویی نکردن که بچه تو چی بلا به سرش اومده. 14 سال من به بوی لباساش، به گوشی تلفن، چشام به در گوشم به تلفونه که الان زنگ میخوره از سعید من خبری میگیره.
نمیدونم چی کار باید بکنم. من یه مادر دل سوخته 14 ساله. نمیتونم کنار بیام که سعید من از خونه بردن دیگه بر نمیگردونم. میخوام که مادرهای دیگه این من سوخته نشن. جوانای ما رو هر کجاست بهمون برگردونن. ما یه مادریم. جوانمون رو گذاشتیم اولاد بزرگ کردیم. نمیدونم به کجا باید برم. به کدوم عدالت باید شکایت کنم. 14 سال هیچ مسئول جوابگوی من نیست. من تو فوتبال کردن از این ارگان به اون ارگان. هر روز میگن برو فردا بیا. امروز رفتم پس فردا بیا. تا به امروزی جواب نگرفتم. چی کار باید بکنم؟ موندم. هنوز منتظرم. هنوز منتظر صدای سعیدم هستم. هنوز میخوام از سعید یه نشونه از به من بدن. اگه گوشه زندان به هم ملاقات بدن. اگه بلای به سرش آوردن جنازهش به هم بدن. مسی تو اصلا سراغ مسئولین زندان هم رفتی که ببینی اونا چی میگن در مورد این پرونده؟ بله آرش، من یک بار سراغ آقای سالارکیا معاون سابق امور زندان ها رفتم که قول پیگیری هم داده بود. میتونیم بشنویم صداش رو. آیا مسئولین وقت در مورد یک زندانی که 14 سال پیش دستگیر شده و اصلا هیچ خبری به خانواده‌اش ندادن نباید پاسخگو باشن؟ در زمانی که ما تصدی داشتیم اگر لازم بودیم ما پاسخ رو دادیم خدمتشون. الان هم قطعا مسئولین محترم قوه قضاییه با توجه به این حساسیتی که در حال نسبت به این موضوعات دارن حتما پیگیری میکنن. یعنی که اگر با مسئولین وطن تماس بگیرید من شما عرض میکنم که قطعا پاسخ میدن. ممکنه خبرنگاران داخلی این احساس امنیت رو نکنن، اما کاش خبرنگاران بین المللی حداقل یک بار در مورد ناپدید شدن یک انسان که 14 سال مادرش دنبالش میگرده از مسئولین ما سوالی بپرسن، چون نتیجه پیگیری های این مادر شده زندانی شدن خودش و دخترش. 88 یه بار بازداشت شدم بابت سعید که به خاطر اینکه نباید پیگیری کنم. آزاد شدم. دوباره 89 شب ریختن خونه 10 نفر اطلاعات. دخترم و خودم و خونمونو بازرسی کردن. یه سری مدارک که برداشتم با ما بردن اوین. من 2 ماه بند 209 بودم. دخترم 17 روز بود. تو پادجویی میگفتن نباید پیگیر سعید باشی. بعد 12 سال دنبال استخون اومدی. اگه میخوای زندگی کنه بچهای دیگه زندگی کنن حرف سعید نباید بزنی. من از تک تک مسئولین مملکت میخوام اگه صدای منو میشنون، من مادر رو ببینم به زندگی من چی کار کردن، سعید منو برگردونن، به هم جواب بدن. هر روز از این ارگان به اون ارگان منو نفرستن. از خود مسئولین میخوام، از رهبر میخوام، از دادستانه میخوام صدای منو مادر بشنوه، جواب منو بده. تا زنده‌ام که من ول نمی‌کنم، مگر اینکه من بمیرم تموم شه بره. تا زنده‌ام من سعیدمو میخوام. خب آرش، به پایان این برنامه رسیدیم. میدونم برنامه تلخی بود. از عزت ابراهیم نژاد، اکبر محمدی، فرشته علیزاده و تارا حامیفر بارها توی رسانه‌ها به عنوان قربانیان حادثه کوی دانشگاه نام برده شد. اما خب مادر سعید زینالی کسی هست که همچنان نمیدونه فرزندش زندانی هست یا کشته شده، ولی اینو میدونه که دانشجویان در سال 78 به دلیل حمایت از روزنامه سلام اعتراض کرده بودند و قربانی شدن. حالا 14 ساله که این مادر منتظر یک سلام ساده از طرف مسئولان هست. تا جمعه دیگر و خبرسازی دیگر. مرسی مسی علی نژاد. تا برنامه دیگر.